من بی من و تو بی تو درآییم در این جوی. من بی من و تو بی تو درآییم در این جوی. زیرا که در این خشک به جز ظلم و ستم نیست. این جوی کند غرقه ولیکن نکشد مرد. کو آب حیات است و به جز لطف و کرم نیست. کو آب حیات است و به جز لطف و کرم نیست. با سلام بر عشق، بر سلام بر زیبایی، بر سلام بر شادی و بر سلام بر آفریدگاری و با عرض ادب در خدمت شما ملت ایران هر کجای دنیا که هستین برنامه پزشکی امروز رو شروع می کنم. امروز با خودم می اندیشیدم که اگر من رو به عنوان یک موجودی که زنده است و حیات داره و نفس میکشه، اگه بیان مثل یک تکه بزرگ گوشت بذارن تو یک گوشت کوب بسیار بزرگ، یا یک چیزی مثل مالش که منو کاملا خورد بکنن به عنوان یک باشنده، میبینیم که از اون طرفش در حدود 80 تا 90% تمام وجود من آبه و یک در حدود 4 تا 5 یا 10% حد اکثر میشه خاک. بنابراین این خاک یک مقدار املا داره، مثل هر خاکی که در هر کجای دنیا میتونیم ببینیم. منو اگه به این صورت بیان تجزیه بکنن، یه 10% من خاک، 90% من آب. بعد با خودم می اندیشیدم که این چه نیرویی است که این خاک رو با این آب مخلوط کرده به یه موجودی مثل من یا مثل شما رو درست کرده که میتونین نفس بکشین، میتونین حرف بزنین، میتونین صمیمانه و صادقانه افرادی رو در زندگیتون دوست داشته باشین، میتونین از یه عده احساس دشمنی داشته باشین، دلگیری داشته باشین. این چه نیرویی است که در ما وجود داشته و داره و این نیرو از کجاست که باعث شده یک مقدار خاک با آب مخلوط بشه و این همه عجایب و این همه اعجاز رو به وجود بیاره. بعد دیدم که این نیرو هر اسمی که میخواید بذارین از حوزه اندیشه ما خارجه، یعنی ما نمیتونیم اون نیرو رو بفهمیم و نمیتونیم اونو درک بکنیم به خاطر اون نوع تفکری که حالا حاکم بر ماست. ما نمیتونیم. به قول حافظ میگه که میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. حافظ به خودش میگه بین این باشنده و اون نیرویی که حالا میخواید اسمشو خدا بذارین، میخواید هستی بذارین، میخواید طبیعت بذارین، میخواید انرژی بذارین، میخواید حضرت مسیح بذارین، هر اسمی که دلتون میخواد بذارین، میان این دوتا هیچ حائلی، هیچ دیواری نیست. ولی اگر اون دیواره هست، اون خودتی. حافظ تو از سر راه این موجود برو کنار، بعد با اون نیرو یکی میشی و با اونو میفهمی. و تا وقتی که اون موجود مزاحم به عنوان یک حجاب، به عنوان یک دیوار سر راه تو هست، تو نمیتونی خدا رو بشناسی، تو نمیتونی هستی رو بشناسی، تو نمیتونی اون نیرویی که باعث شده در عرض 14 میلیارد سال این همه آفریدگاری به وجود بیاره. اسی عزیز اگه امکان داره این تصویر نشون بدین، ببینید که انسانی که از یک تک یاخته اومده کم کم تکامل پیدا کرده و کم کم تکامل پیدا کرده و کم کم تکامل پیدا کرده، تبدیل از یک گیاه تک یاخته‌ای آروم تبدیل شده به گیاه، بعد تبدیل شده به قارچ، تبدیل شده به حلزون، تبدیل شده به یک نوع ماهی‌های اولیه، تبدیل شده به ماهی
تبدیل شده به ماهی‌های یک کمی پیشرفته تر، تبدیل شده به سوسمار، تبدیل شده به پرنده، تبدیل شده به لاک پشت، تبدیل شده به حیواناتی مثل کانگرو. این نیرو کم کم هی تغییر شکل داده، تبدیل به فیل شده، تبدیل به حیوانات دیگه، تبدیل به میمون و آرام آرام تمام مدارک علمی نشون میده که ما از این پروسه گذشتیم و امروز از نظر فیزیکی به این مرحله هستیم که انسان امروز هست و من امروز اینجا نشستم. این نیرو بسیار آفریدگاری داره. آفریدگاری خاصیت اصلی این نیروست که میتونه انواع و اقسام اشکال رو یا در خود به وجود بیاره. با خودم می اندیشیدم که اگر این نیرو اینقدر قویه و همه دلایل نشون میده که این نیرو سازنده است و در راه به خاطر این نیروست که ما بالانسی در بدنمون داریم و هر وقت اون بالانس و اون توازن به هم بخوره ما بیمار میشیم. تا اون موقعی که این نیرو در حالت توازن هست ما حالت آدم سالمی هستیم و وقتی که از حالت توازن خارج میشه ما مریض میشیم. این نیرو مثل یک پزشک قدرت شفا بخش داره. شما خیلی ساده است نگاه بکنید، یه وقتی یک جراحت کوچولویی در بدنتون ایجاد میشه، نگاه بکنین میبینین که در عرض چند دقیقه این خونریزی بند میاد، اون زخم کم 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 ترمیم پیدا میکنه. امروزه علم پزشکی ثابت کرده که در بدن ما یک نیروی معجزه آسایی است که میتونه ما رو از درون شفا بده، ما رو میتونه سالم نگه داره. ما اگر به این نیرو آگاهی داشته باشیم میبینیم که اصلا بیمار نمیشیم، یا اگر بیمار میشیم بیماریمون خود به خود در عرض مدت کوتاهی خود به خود خوب میشه. یه مقاله ای رو میخوندم در مجله تهران و یه پروفسور دانشگاه USC که یک ایرانی برجسته است، آقای دکتر امانت که پروفسور دانشگاه USC در قسمت روانپزشکی است و ایشون من خیلی دوست دارم و مورد اعتماد من هست. به شما هم توصیه میکنم که این مقاله رو در مجله تهران بخونید و عنوان این مقاله هست روانشناسی بهزیستی و رفاه. یعنی همین هفته ای که مجله تهران پخش شده این مقاله اونجا هست و نوشته شده که چشم پوشی از گناهان و توجه به نکات مثبت اخلاقی جاده زندگی را هموار می‌سازد. چشم پوشی از گناهان و توجه به نکات مثبت اخلاقی جاده زندگی را هموار می‌سازد. بعد دکتر امانت یک مثالی از تجربه پزشکی خودش رو ارائه میده. میگه که من یه مریضی داشتم به نام ماریا که این افسردگی مقاوم داشت، یعنی دکترای مختلف رو دیده بود و این افسردگیش درمان نمیشد و من تصمیم گرفتم که این رو در کنفرانس پزشکی که برای رزیدنت های روان پزشکی گذاشته بودیم در دانشگاه بیارم این مریض معرفی بکنم و یک روانشناس بسیار برجسته اومده بود، روانپزشک بسیار برجسته اومده بود که میخواست سخنرانی بکنه در مورد افسردگی. و من قبل از اینکه جلسه شروع بشه ماریا رو دیدم و گفتم که درست در این دقیقه باید سر این کنفرانس باشی، ولی ماریا گفت که من باید برم دستشویی و احساس میکنم که مثانه‌ام پره و من احتیاج دارم که برم دستشویی. دکتر امانت بهش میگه تو 3 دقیقه بیشتر فرصت نداری و اگه در عرض این 3 دقیقه بتونی خودت برسونی میای داخل کنفرانس و من این کیس تو رو مورد افسردگی مقاوم تو رو معرفی میکنم و انشالله که به کمک این روانپزشک معروف بتونی خوب بشی. میگه که من
خود رو ماریا، حالا از زبان دکتر امانت صحبت میکنیم، میگیم که بله این در عرض 3 دقیقه این مریض برگشت و من معرفی کردم و بعد بلا فاصله دیدم که حالتش داره بهتر میشه و بعد از 1 ماه دیدم که خیلی حالش خوب شده و دیگه هم حتی احتیاج به دوایی نیست، دواهای مربوط به افسردگی نداره. ازش سوال کردم که ماریا چه شده که تو اینقدر خوب شدی و احتیاج به دوا نداری؟ معلوم اون کنفرانس خیلی روی تو تاثیر مثبتی داشته. ماریا میگه که دکتر امانت میگه ماریا یه لبخند تمسخرآمیزی به من زد و گفت اتفاقا برعکس اون چیزی که تو فکر میکنی اینطور نیست، اون کنفرانس منو خوب نکرده. تو اون لحظه‌ای که به من گفتی که تو 3 دقیقه بیشتر فرصت نداری و باید در 3 دقیقه بری دستشویی و آماده باشی و برگردی، من اینقدر عصبانی بودم که میخواستم با این کیفت بزنم تو فرق سرت، ولی خب این کار نکردم. خیلی عصبانی بودم ولی رفتم دستشویی و بلافاصله که کارم تمام شد حس کردم که من اگه بتونم در عرض 3 دقیقه یه کاری رو انجام بدم یواش یواش میتونم از پی مشکلات دیگرم بر بیام. به اون لحظه یک لحظه بسیار مهمی برای من بود، برای اینکه من تشخیص دادم که خلأ نیستم. من تصمیم گرفتم که بگم یه نیرویی در من وجود داره که من میتونم در عرض 3 دقیقه این چیزی که من فکر میکردم برام بسیار بسیار مشکله اونو بتونم حل بکنم و بعد به خودم گفتم که من همینطوری که تونستم در عرض 3 دقیقه این مشکل رو حل بکنم میتونم یواش یواش مشکلات دیگرم رو هم حل بکنم و اون نیروی شفا بخش درونی من آرام آرام بیدار شد، آزاد شد و من تونستم کم کم از پزشک درون خودم، نه اینکه پزشک بیرون بد باشه، نه خیر، از پزشک درون خودم، از دواهایی که داروخونه درون خودم ساخته کمک بگیرم و خوب شدم و امروزه حرمت نفس دارم. میدونم که یک موجود عزیزی در من هست که نه تنها زندگی رو استعفا نداده بلکه با زندگی آشتی کرده و خودش رو قوی‌تر از تمام مشکلات خودش میدونه. البته معلومه که بعضی وقت ماها باید بیایم از پزشکی معمولی بیرون، چه پزشکی طبی و فیزیکی و چه پزشکی روانی کمک بگیریم، ولی تا ما تصمیم نگیریم که از درون شفا پیدا بکنیم امکان نداره هیچ دکتری به ما کمک بکنه، مخصوصاً بیماری‌های عاطفی روانی که خودش منشأ بسیاری از بیماری‌های فیزیکی ماست. امروزی ثابت شده که ما اگر بتونیم این منی که در ما به وجود اومده، این من چیه؟ یک اشتباهی است که انسان در طول تاریخ 10,000 ساله گذشته خودش به خاطر یک مقدار افکار بیمارگونه‌ای که درش به وجود اومده، این افکار بیمارگونه در خودش باعث شده که بیمار بشه. افکارش بیمارگونه است. واسه همین مولانا نازنین میگه که من بی من و تو بی تو درآییم در این جوی. در کدوم جوی؟ در جوی زندگی، در جوی شادی، در جوی آرامش، در جوی عشق، در جوی آفریدگاری. زیرا که در این خشک کجاست؟ اون افکار کونه قدیمی شده دگمه که ناشی از یک مغزهای بیمار و جاهل گذشته است، ما اونها رو که خشک کرده ما رو و اجازه نمیده که ما آفریدگاری بکنیم و مانع شده به قول حافظ یا حجاب شده. میگه کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست، اینقدر هست که بانک جرسی می آید. ما اگر بخوایم به اون نیروی خدایی و الهی و هستی واقف بشیم، فعلا تا زمانی که این من سایه‌وار، این من مصنوعی که بزرگان ما اونو میگن نفس،
تا اینو ما کنار نزنیم امکان نداره که به نیروی شفابخش درونی خودمون واقف بشیم. کس نداند است که منزلگاه معشوق کجاست. البته افرادی مثل مولانا و حافظ میدونن، برای اینکه این حجاب از خودشون کنار کردن. و اون نیرو اگه ما اعتماد داشته باشیم که اون نیرو در ما هست که هست، منتها این حجاب بذاریم کنار، زندگی ما خیلی راحت میشه. نه زندگی فردی ما، زندگی اجتماعی و تمام دنیا بهتر میشه و همینطوری هم که داره بهتر میشه. امروز ما به این شناسایی داریم میرسیم که ما در درون خودمون خدایی داریم، نیروی آفریدگاری داریم. اون نیروی آفریدگاری میتونه بسیاری از مشکلات ما رو برطرف بکنه. درسته بعض وقت ممکنه فرض کنیم ما ذات‌الریه میگیریم و میریم آنتیبیوتیک میگیریم، ولی ما میدونیم این به خاطر اینکه این نیرو رو ما خودمون به خاطر افکار غلطمون از اون توازن برقرار که بیرونش آوردیم. وظیفه ما اینه که ما درون خودمون رو، مسئولیت ما اینه که درون خودمون رو پاک و سالم نگه داریم که این نیرو بتونه کار بکنه و ما رو از شر این همه بیماری های عجیب غریب ساخته مصنوعی نجات بده. پس همین مولانا میگه که من بی من و تو بی تو درآییم در این جوی، زیرا که در این خشک این افکار منجمد ماست که باعث میشه که ما مریض میشیم، زیرا که در این خشک بجز ظلم و ستم نیست. تا وقتی که آگاهی پیدا نکنیم که اشکال از فرد ماست و ما به خاطر اینکه تجربیات غلطی داشتیم و افکار و عقاید غلطی رو از پیشینیان به ارث بردیم، باید این مسئولیت رو قبول بکنیم. اون افکاری که خیلی خوب از پیشینیان، اونا رو داشته باشیم، عزیزش بشمریم، و اون افکاری که بیمارگونه است اونا رو بریزیم دور و هیچ احساس گناه و خطایی هم نداشته باشیم. این جوی کند غرقه خرقه و لیکن نکشد مرد. میگه این جوی، ما باید لب جوی زندگی باشیم و لذت ببریم، کو آب حیات است و بجز لطف و کرم نیست. بنابراین اشکالی که در ما به وجود اومده به خاطر اینکه هنوز انسان از نظر روانی به تکامل خودش نرسیده، از نظر اینکه هنوز علم روانشناسی امروز قادر نیست که به مسائل روانی انسان آگاهی کامل داشته باشه. چیزیست که خود روانشناسا میگن علم روانشناسی امروز دوران نوزادی خودش رو داره طی میکنه، در حالی که ما فرض کنیم منی که 64 سال هستم، هنوز روان من ممکنه از نظر رشد 2 ساله یا 3 ساله یا 4 ساله باشه. و این مسئولیت نسل‌های آینده است که روز به روز خودشون از این خشکی انجماد افکار کهنه و پوسیده در بیارن و بیان لب جوی زندگی بشینن و انسان رو اونطوری که هست شناسایی بکنن و روز به روز ما داریم به اونجا میرسیم. یعنی که من توجه شما رو به مقاله‌ای که دکتر امانت نوشته تأکید میکنم که این مقاله رو بخونین و بدونیم که ما اگه بخوایم تمام توجه خودمون رو روی ملامت دیگران و ملامت خودمون و اشتباهی که در گذشته کردیم بذاریم، اون حجاب رو به وجود آوردیم و نمیتونه، اون دکتر داخلی ما نمیتونه ما رو شفا بده. امروزه ما به این نتیجه رسیدیم، یعنی همه علما میگن که این مظلومه که باعث ساخته شدن ظالم میشه، یعنی مظلوم تقصیرش بیشترش ظالمه، ولی ما هنوز به خاطر ناآگاهی همیشه ظالم رو ملامت میکنیم. تا وقتی که دست از ملامت ظالم بر نداریم و خودمون رو یک ویکتیم و یک محکوم بدونیم، معلومه که ظالم به وجود میاد. بنابراین تقصیر مظلوم کمتر از تقصیر ظالم نیست و این
همینی که بزرگان ما مثل مولانا مرتب به ما یادآوری میکنن که شما خوبین ای انسان، شما یک نیروی سازنده و آفریدگاری بزرگ دارین، شما میتونین خیلی از مسائل حتی ژنتیکی خودتون حل بکنین، شما میتونین بسیاری از بیماریاتون رو خودتون درمان بکنین و مطمئنم باشین که یک پزشک بسیار حاذق و یک سیستم بسیار خوب در درون شماست. فقط به خاطر افکار غلطی که بیشترش هم متعلق به دیگرانه و ما همینطوری توتیوار اینا رو به ارث بردیم، ما اینا رو تکرار میکنیم و خودمون مریضیم، جامعه ما مریضه، انواع و اقسام امراض داریم و این مسئولیت ماست که هرچی بیشتر سعی بکنیم که این نیرو رو در خودمون بیدار بکنیم. یک بار دیگه من واسه شما میخونم: من بی من و تو بی تو درآییم در این جوی، زیرا که در این خشک به جز ظلم و ستم نیست. این جوی کند خرقه و لیکن نکشد مرد، کو آب حیات است و به جز لطف و کرم نیست. از اینجا به بعد اگه دلتون میخواد تشریف بیارید روی خط به مسائل حرفه‌ای من که جراحی‌های زیبایی است میپردازم. از اینجا به بعد تمام وقت در اختیار شماست و اگه تلفن نکردین من همینطوری بعضی مقالات رو واسه شما میخونم، امیدوارم که مفید باشه. یه بیننده‌ای از آلمان در مورد کرم‌های اسکراب ما سوال کرده بودن و توضیحات بیشتری میخواستن. بارها عرض کردم که کرم اسکراب ما برای افرادی است که مدت هاست از صورتشون غفلت کردن و نگهداری نکردن، یک واقعی خوبی داره در زندگیشون به وجود میاد، یا مثلا تصمیم گرفتن که خیلی سریع بیان پوست صورتشون رو جوان بکنن و زیبا بکنن و این کرم واسه اون درست شده که مثل این که شما آمدین مطب یه دکتر و کرم صورتتون رو یک نوع لیزر خفیف زدین یا یک نوع فیشیال کردین یا یک نوع مایکرودرمابریژن کردین یا یک نوع وسایلی است که به اصطلاح ساییدگی به وجود میاره و تمام طبقه سطحی مرده‌ای رو که پر از جرم، پر از قارچ، پر از گرد و خاک و همینطوری چسبیده، مثل یک چسب قوی چسبیده، این میاد جدا میکنه و پوست رو آزاد میکنه و باعث میشه که رطوبتگیری پوست خیلی خیلی خوب بشه و صورت لطیف میشه و انسان حتی احساس خوبی هم پیدا میکنه. امروزه نشون داده شده که حتی یکی از درمانهای افسردگی تزریق بوتاکسه. و چرا؟ برای اینکه آدمایی که مرتب اخمو هستن، مرتب در حالت خشم و عصبانیت هستن، در حالت ترس هستن، این اثر میذاره روی صورتشون از طریق اون درون انسان. چون درون انسان وقتی که حجاب به وجود میاد، اینا پزشک درونی انسان نمیتونه کار بکنه، همش این حالت ترس و نگرانی روی چهره انسان منعکس میشه و این خطوط عمیق، خطوط غم، خطوط اضطراب رو به وجود میاره. و امروزه نشون داده شده که یه راهی که تا حدی میتونه کمک بکنه که شما بوتاکس بزنید و این بوتاکس که این چین چروکای عمیق رو از بین میبره، اون حالت غم رو از صورت میگیره، انسان خودش رو در آینه میبینه، یواش یواش رویش بهتر میشه و یواش یواش به خودش امیدوار میشه و یواش یواش از اون چوری که از خودش بدش میامد دیگه کمتر بدش میاد و کم کم به این پناه میبره به درون خودش و یواش یواش اون زیبایی درونی خودش نشون میده. این کرم هم در همون صورتی که میاد این طبقه سطحی مرده رو بر میداره، یه حالت شفافی به صورت میده و بعد توصیه میکنیم که برای اینکه نگهداری بکنین اسب و ستون بازم اون دوتا کرم پایه رو به کار ببرید. یه سوال دیگر هم داشتیم از یه بیننده عزیز که در فکر کنم از آلمان بوده و گفته بودن که این کرمای چشم رو چجوری به کار ببرین، آیا باید هر روز یا هر شب به کار برده بشه؟ ببینین کرمای چشم واسه افرادی است که
زیر چشمشون خیلی سیاه شده و حالت غمگین و حالت ناراحت کننده‌ای به صورت میده و افراد خودشون رو در آینه میبینن، خیلی غمگین تر میشن و به اونا توصیه میشه که خیلی خیلی سیاه شده اینها رو شما میتونین هفته‌های اول مثلا هفته 2 بار یا 3 بار شبها میزنین، ولی روزها بعد بلیچ میزنین. این دوتا کمک میکنه که سیاهی چشم کم 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 از بین بره. به معذرت میخوام. و در همون رابطه توصیه میکنیم اونایی که دور چشماشون سیاه، سعی بکنن که شبها قبل از اینکه بخوابن یک مقدار آب نمک داخل بینیشون بریزن که یه مقدار این حالت اعتناق و اون حالت ناراحتیایی که به طور خفیف شباهت به ناراحتیای سینوسی داره و نمیذاره که این رگ‌هایی که اینجا هستن خونشون رو به خوبی تخلیه بکنن، اون باعث میشه که خون به خوبی تقویت بشه و تخلیه بشه و اون سیاهی رو از بین ببره. خب خطا اومده، با اجازه شما. سلام، بفرمایید. الو جانم، بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. ممنونم، بفرمایید. آقای دکتر ببخشید چون من سوال پزشکی نداشتم، یه منتها سوال داشتم ازتون، چون شما رو خیلی دوست دارم، خیلی قبولتون دارم، جوابتون برام خیلی مهمه. اجازه میدین سوالم بکنم؟ بفرمایید. آقای دکتر شما هفته پیش فرمودین مثلا من سکته کردم باید از این یه درس یاد بگیرم. بله. خب بله. من خودم مثلا خیلی مشکلا برام پیش اومده، از سرطان، بچه مریض، خیلی مسائل دیگه. بعد من میگم خب شاید من باید یه چیزای اینا یاد بگیرم، درسته؟ ولی که من اطرافیانم آدمایی میبینم که واقعا خیلی چیزا باید یاد بگیرم ولی هیچ مسئله هم براشون پیش نمیاد. اینا یعنی شما اینا رو نمیدونم چه جوری شما برداشت میکنین؟ برداشتم اینه که میگن به روز نیک کسان غم مخور جانا، بسا کسا که به روز تو نیازمندن یا آرزومندن. شما خیال میکنین که دیگران اشکال ندارن. شما این تصور اشتباهی شماست که خیال میکنین که اون که خیلی میخنده، اونی که ثروتش زیاده، اونی که اون خونه لب دریا داره، اون یا اتاق خوابش به این بزرگه. شما خیال میکنین، شما تصور میکنین، شما نیامدین تو دل اون افراد بیاین ببینین که اونا چی مشکلاتی دارن. این یک طرف قضیه است. در قسمت دوم قضیه اینه که ما قرار نیست که در مورد دیگران اصلا صحبت بکنیم. وظیفه ما اینه که داخل خودمون رو پاک بکنیم به عنوان یک فرد. شما چی دخالتی دارین در زندگی دیگران؟ حالا خوشن، خیلی خوشن، به طور حقیقی خوشن، الکی خوشن، شما نباید هیچ دخالتی داشته باشین در کار دیگر. آقای دکتر معذرت میخوام که صحبتتون رو میبارم. من مثلا خودم یه بچه سیندروم داون دارم، بچه‌هایی که مونگول بهشون میگن. بله درسته؟ بله. بعد مثلا من کلا از زمانی هم که اینم گفتم براتون، خیلی وقت من برنامه شما رو نگاه میکنم، خیلی خیلی قبولتون دارم، خدا شاهده تا الان به هیچ تلویزیون زنگ نزدم، ولی الان خیلی کنجکاو بودم، همینجوری گرفتم گفتم خدایا اگه بگیره سوالامو یه بار بعد بکنم از آقای دکتر. خب اجازه بدید. معنوی هستین. بله. من آدمایی که اینطوری معنوی هستن، روحیه حساس دارن، صحبتشون رو بیشتر قبول دارن. من مثلا آقای دکتر الان این دخترم صحبتم نمیکنه، من همه کار براش کردم، صحبت نمیکنه، نه مثلا بعضی موقع با نگاه با من حرف میزنه، خودم یه دلم میسوزه، مثلا میگم خدایا، مثلا میگم سرنوشت من این بود که این بچه رو بذاری که این زجر بکشه یا من زجر بکشم. خب. حتی من این پیش دکتر آلمانی بردم، برگشت به من گفت تو زجر نکش، این سرنوشتش این بوده که بیاد تو زندگی شما، این روحش اینجا صیقل پیدا کنه بره. یعنی چی آقای دکتر؟ خب دیگه بس، من چون وقت ما گرفته میشه من نمیخوام وارد این بحث ها بشم، ولی فقط من از شما یه سوالی میکنم، به این سوال از خودتون بکنید. شما اگه یک بچه‌ای داشتی، خودتون که منگول ندارین، خودتون که خودتون آدم حسابی میدونین، خودتون که خودتون اجازه بدین،
اجازه بدید، من روی فرد خودتون دارم صحبت میکنم، نه روی دختر شما که این اشکالات ندارین، کدوم گل زدین روی این زندگی و این زندگی که انتظار دارین که بچه‌تون چه چیزی از شما سر زده؟ شما من به شما که مغز معمولی داریم چقدر داریم اشکال به وجود میاریم برای این دنیا و برای دیگران و برای خودمون. چرا این مسئله رو به این صورت نگاه نمی کنین؟ چرا این مسئله رو به این صورت نگاه نمی کنین که مادری هست که پسرش مادر نمیتونه خونه خودش بره برای اینکه میدونه که اون بره تو خونه پسرشونو میکشه؟ چرا کدومش ترجیح میدین؟ شما لازم نیست که قضاوت داشته باشین در مورد بچه شما که مگل داره. مسئله اینه که اون بچه خیلی شاده و خیلی هم آرزو دارن، خیلی مردم آرزو دارن که یک بچه مثل بچه شما داشته باشه که پر از مهر، پر از نگاه، پر از حیرانی، پر از زیباییه، ولی یه بچه‌ای نداشته باشن که این مادر جرئت نمیکنه بره تو خونه. تو همین شهر ما اتفاق افتاد که 2 تا پسر مادرشونو کشتن. ببینید شما پس اون افکارتون اشتباهه. باید فقط خودتون مسئول نگهداری از خودتون باشین و عشق شما به عنوان یک فرد، به عنوان یک مادر باید unconditional باشه، بدون قید و شرط. یعنی به این صورت نباشه که من به این بچه محبت میکنم که اگه دکتر بشه مهندس بشه و اگه دکتر نشه من دوستش ندارم. عشق شما عشق کاندیشناله، عشق شما عشق شرطیه برای اینکه از گذشتن نه. ببینید من دیگه از شما خداحافظی میکنم، من حرفامو زدم. سلام بفرمایید. سلام عرض کردم آقای دکتر شاهین. بفرمایید. روزتون بخیر. من یه سوالی از شما داشتم. من یه دختری دارم که 18 سالشه، بعد سینه‌های اون خیلی کوچیکه، بعد تصمیم گرفته که سینه‌هاشو یه مقداری بزرگ کنه. بله. بعد الان وقت پیش دکتر، از من از اروپا البته زنگ میزنم، الان وقتی که از دکتر گرفتیم و برای 2 ماه دیگه که عمل داره، من خواستم با شما می مشورتی کرده باشم. دکتر براش پیشنهادی داده یا سیلیکونه یا اینکه آب نمک. بعد دختر خود من اومده یه مقداری اطلاعات روی سایت‌های اینترنتی و نگاه کرده، میگه یه چیز دیگه هست به نام ژله رونده، یعنی ژله گرد، و دلش اینو میخواد. چند تا دوستاش هم گویا همینو گذاشتن. بعد این بود که من فکر کردم که با شما یه مشورتی کنم و شما سوال کنم که ببینم از نظر شما کدومش بهتره، خطراتش کدوم کمتره، و خب اون چیزی هم که اون دوست داره، خب اون دلش میخواد که یه سینه گردی داشت، در ضمن سینه‌اش خیلی کوچیکه. بله، اولا بهتون تبریک میگم که اینقدر روشن هستین که به دخترتون اجازه میدین که این کارو بکنه. این بهترین کاری که در مورد خیلی خوب کاری میکنین. خدا شما رو نگه داره و بعد اون هم ژل، هم نمک، هم سیلیکون، اینا همه خوبن. ببینین که تجربه دکتر شما، ما در آمریکا اجازه نداریم سیلیکون به کار ببریم. نه اینکه سیلیکون بد باشه، سیلیکون خیلی خیلی خوبه، ولی به خاطر مسائل قانونیه که ارتباطی با خود سیلیکون نداشته کارخانه‌ها ورشکست شدن و اجازه نداریم. در اروپا، در کانادا، در ایران سیلیکون میذارن، ژل میذارن، هر دوتاش خوبه. هیچ اصلا شک نکنین، دخترتون رو بگین ببین با 2 تا 3 تا دکتر میرین شما تماس میگیرین، از این 2 تا 3 تا یکی رو انتخاب میکنین. وقتی که اون دکتر انتخاب کردین دیگه سوال نکنین، دیگه نرین. اجازه بدید. سوال منم از شما همینه، میگم که 2 تا 3 تا دکتر وقتی که ببینین به یکی اعتماد بکنین. اول این کار خوبه. اولا من به دکتری که این کارو میخوام کنم اعتماد کامل 100% دارم. تمام، دیگه سوالی نیست. دیگه سوالی نیست. اینه که اون ژله روندا، ژله گرد، من هیچ اطلاعی در مورد اون ندارم. ببینین. مثلا در مورد آب نمک اطلاع دارم، در مورد سیلیکون اطلاع دارم، ولی در مورد این ژله هیچ اطلاعی نمیدونم. عزیز من شما نمیشه که آخه از یک طرف بگید من اون دکتر 100% اعتماد دارم، بعد بیاین این سوالات بکنین. اگه واقعا اعتماد دارین به دکترتون دیگه این سوالات دکتر برای ما گفته آب نمک. ببینید شما گفتین من به این دکتر اعتماد کامل. اعتماد دارین دیگه سوال خب تمام شد. ایشون فقط 2 تا به ما پیشنهاد کرده بودن. من بهتون گفتم دختر من رو سایت اینترنتی چیزی رو پیدا کرده به نام ژله. عرض کردم اگه به دکترتون اعتماد دارین هر 3 تاش خوبه، ولی زیاد میرین مته به خاش میزنین اون هیلینگش بد میشه. اعتماد کردین دیگه نمیتونین بیاید بگید که
من به شما اعتماد کردم ولی هنوز مطمئن نیستم. این ببینین این یه روش فرنگی بدیه که در ما ایرانی‌ها هست. ما به دکتر میگیم اول خدا بعد شما، بعد تا دکتر یه عملی انجام داد یه ذره کوچولی چیزی پیش میاد میایم پدر اون دکتر رو در میاریم، هزار جور میایم پشت سر اون دکتر حرف میزنیم. نه ببینین من منظورم میخوام، شاید من منظورم نه من فهمیدم. ببینین ما که نمیتونیم، ما میخوام اطلاع پیدا کنیم. اطلاع هر سه تاش خوبه، هر سه تاش خوبه خانم، با دکترتون صحبت بکنین، هر سه تاش خوبه نسبت به ببینین دکترتون تجربهش کدومشو ترجیح میده، هر سه تاش خوبه. بعضی دکترها میگن من اینو بیشتر دوست دارم، بعضیا میگن هر سه تاش خوبه، تصمیمی هم که گرفتین خوبه، بنابراین دیگه جای صحبتی نیست. سلام بفرمایید. سلام آقای دکتر گلشایی عزیز، حالتون خوبه؟ خوبم بفرمایید. میبخشید من یه سوال داشتم. از کانادا زنگ میزنم، 36 سالمه، 4 ماه پیش با یه درد خیلی شدید زیر شکم منو بیمارستان بردن. بعد با اولتراسونایی که کردن تشخیص دادن که تخم‌دونای من سیست داره. بعد به من گفتن که باید صبر کنم که وقتی که پریود میشم بعد از پریود دوباره برای اولتراسون برم که اینا باید از بین بره، که همین کارو کردم ولی سیستا هنوز بود. به همین ترتیب 3 ماه گذشت، هر دفعه باید بعد از پریود برای اولتراسون میرفتم. سیست سمت چپ من پاک شده رفته، ولی به من گفتن که سمت راستی بزرگتر شده ولی دردی ندارم. حالا طوری شده که منو میخوان 4 اکتبر برای عمل منو بوک کردم، ولی خیلی میترسم چون به من گفتن احتمالا میخوان 2 تا تخم‌دونا رو بیرون بیارن، امکان داره رحمم رو بخوام بیرون بیارن. حالا میخواستم از شما بپرسم، من نمیدونم چه کار کنم، خیلی هم میترسم. نه ترسی نداشته باشین. بازم وقتی میترسین دکتر داخلیتون، دکتر پزشکی در درونتون هست، به کمک شما نمیاد. ببینین تمام حرف من امروز این بوده که ما یه پزشکی داخلی داریم که ما وقتی میترسیم، وقتی خشمگین میشیم، وقتی ملامتگر میشیم، اون دکتر داخلی دستشو از پشت بستیم. ما میایم خیلی آزادانه میایم تحقیق میکنیم، سوال میکنیم، از طب امروز لذت میبریم، از اطلاعات امروز لذت میبریم، میگیم خیلی ساده باش برخورد میکنیم، میگیم که من این ناراحتی رو دارم، بدتر از بدش اینه که بیان رحم منو و 2 تا تخمدان منو در بیارن، اینکه آسمان به زمین نیامده. ولی این دلیل این نیست که من بیام روزگار بر خودم سیاه بکنم. معمولا خانمایی که سیست دارن همه دکترها میگن که 3 ماه تا 6 ماه منتظر میمونین، بعضی وقتا قرص ضد حاملگی میدن. اگه در عرض 6 ماه که قرص ضد حاملگی شما خوردین و این تخم‌دان‌ها کوچیک نشده و اونجا اومدن دیدن که این بیش از 6 سانتی متر قطرش، معلومه که یک ناراحتی اونجا هست که باید برداشته بشه. بنابراین شما با آگاهی برین بگین من قبول میکنم، بدتر از بدش اینه که تخمدان و رحم منو بردارن. میگه این همه مردم تخمداناشون و رحمشون برداشته نشده، خیلی هم قشنگ دارن زندگی میکنن. شما وقتی که میترسین، این ترس باعث میشه که اون قوه شفا بخش درون شما به کمک شما نیاد. تمام حرفم اینه که ما واقعیت رو به اون صورت که هست قبول میکنیم. من 6 ماه قبل که سکته کردم واقعیتش رو از همون لحظه قبول کردم و امروز به شما عزیزان میگم که تو رو خدا سعی کنین ورزش بکنین، تو رو خدا سعی بکنین که غذاهاتون رو مواظب باشین، تو رو خدا سعی بکنین که یک گوشه‌ای برین بشین مدیتیت بکنین. چرا؟ برای اینکه ما یکی از چیزایی که اون دارم شریک میشم با تجربیات خودم با شما، برای اینکه من یکی از اون خوشبخت‌ها هستم که نمردم و روز به روزم دارم بهتر میشم و خیلی هم سالم‌تر داره میشم. ولی تو این سیستمی که ما داریم زندگی میکنیم، شما وقتی مریض بشین، وقتی برین بیمارستان، نه تنها که اون سیستم به شما اجازه نمیده که به اصطلاح از شما به صورت انسانی برخورد بشه، اون سیستم داره یک جوری کار میکنه مثل یک کامپیوتر، برای شما به صورت یک مریض و انسان احتیاج به محبت دارین، احتیاج به نوازش دارین. من وقتی که در عرض نیم ساعت این اتفاق افتاد که اونجا بودم، دکتری اومد بالای سرم گفت که فردا میخوایم تومور آنژیوپلاستی بکنیم، 2% اوقات هم ممکنه فوت بکنید. همین، خداحافظ رفت. ولی به شما دارم میگم وقتی که شما ورزش بکنین، غذای خوب بخورین، دیگه محتاج دکتر دوا نیستین دیگه. من هر روز ورزش میکنم ولی الان
حرفی که زدیدن، من 4 ماه به من قرصی ندادن، اجازه بدید قرص ضد حاملگی چیزی ندادن و اینی که درد و اینا هیچی ندارم، ولی من نمیدونم حالا باید چیکار کنم، مثلا برم به اونا بگم حالا شروع کنید به من قرص بدید. عزیز من ببینین چون بیننده‌های دیگر هم دارن توجه میکنن، اونا هم اجازه بدین که من فقط فرمایشات شما رو جواب بدم، ولی از اینجا درس یاد بگیریم. چرا وقتی که ما ورزش میکنیم و از خودمون نگهداری میکنیم کمتر مریض میشیم، ولی وقتی ورزش نمیکنیم همینطوری الکی داریم زندگی میکنیم، همینطوری افکار عجیب غریب و تو سرمون میپرونیم، مریض میشیم. بعد هر هفته شما این بل میرسه واسه شما، این نامه‌هایی که میرسه نامه‌های بسیار چیز منفیه، یعنی تا باز میکنین 20 جور نمیدونم دپارتمان رادیولوژی، دکتر بیهوشی، دکتر این اون آزمایشگاه، اون از اینشورنس های شما پول میگیرن، مرتب واسه $15 واسه شما بل میفرستن. میگم برای اینکه گرفتار نشین تا اونجایی که این نامات تا 6 ماه 8 ماه 1 سال شما رو ول نمیکنن، هی مرتب دارن میان که اونجا $20 اینشورنس شما نداد، اونجا رو کاور نکرد. یه چیزی که فرض کنیم 15 دقیقه واسه من عمل شده، در حدود بیش از $50,000 $60,000 چارج شده و اونام تقصیر ندارن. ولی ما چجوری میتونیم خودمون رو جدا بکنیم از این چیزهای بیهوده و رنجهای بیهوده؟ اینی که ورزش بکنیم و بعد قدردان باشیم از اون چیزهایی که به وجود میاد، گله‌گذار و این ملامتگر نباشیم، به نیروی شفابخش درون خودمون آگاه باشیم و احترام بذاریم به خودمون، با قلبمون صحبت بکنیم، با ریه‌مون صحبت بکنیم، با تخمدانمون صحبت بکنیم. بعد میبینیم که گرفتار نمیشیم، مریض نمیشیم. حالا مال شما عرض کردم، حالا به شما نگفتم، خب یه راش اینه، با دکترتون صحبت میکنین، بگین که آیا امکان داره من 6 ماه قرص ضد حاملگی بخورم؟ و اگه دکترتون گفته که نه باید بریم نگاه بکنیم، قبول بکنین. 2 تا 3 تا دکتر شما میبینین، ببینید این مسئله است که باعث اشکال میشه. من بارها میگم که اشکالی دارین، برین 3 تا دکتر رو میبینین، از این 3 تا یکیشو انتخاب میکنین، از این 3 تا یکیشو انتخاب کردین، دیگه تراست کردین، اعتماد کردین، با اون حرف اون اعتماد بکنین، برین جلو. مشکل من همینه، من از اول همین این یه دکتر همین اسپشیالیستی که بوده دیدم و تحت نظرشم، یعنی دکتر دیگه نرفتم، یعنی همین این. خب پس جواب خودتون دارین، میرین 2 تا دکتر دیگر هم میبینین، میگین من از این 3 تا مثلا دکتر آ رو انتخاب کردم، آقا من اگه زنت بودم، دخترت بودم، فرزندت بودم، چی کار میکردی؟ روی منم انجام بده، من تسلیمم. ولی وقتی که میایم یکی رو انتخاب میکنیم و بعد اون چالشش میکنیم، اون بیچاره نمیدونه چی کار میکنه. ببینید این اشکال فرهنگی ما رو ما باید برطرف بکنیم، نه اینکه مثلا چشم همینطوری بدون اطلاع بریم، نه، اطلاعات پیدا میکنیم از هر 3 تا دکتر. مسئولیت در چیزم باید واسه خودمون هم قائل بشیم، ما مسئول هستیم که انتخاب بکنیم. وقتی که اینو رعایت نمی‌کنیم برای خودمون اشکال به وجود میاد. من به شما توصیه میکنم 2 تا دکتر دیگر هم بریم ببینین، اطلاعات بگیریم، برین روی اینترنت این 3 تا اطلاعات بذارین، بگین آقا من با دکتر آ میرم، اعتماد بهش میکنم، هر چی اون گفت من قبول میکنم، و میرین میبینین که همه چیز به راحتی خوب میشه، تمام میشه. سلام بفرمایید. الو جانم. سلام آقای دکتر. بفرمایید. حال شما؟ قربان شما. خسته نباشید. مرسی، ممنون. آقای دکتر من یه پسر دارم حدود 18 سالشه، الان حدود 2 سال صورتش گونه ها جوش میزنه. این جوشا خوب شده، تبدیل شده این جوشا به گودی و خیلی هم پماد گرفتم، دارو گرفتم، براش استفاده کردم، ولی جای گودی را نبرده. بله. خواهش میکنم راهنمایی کنید. چشم. سلام بفرمایید. الو جانم بفرمایید. سلام، حال شما خوبه؟ متشکرم، بفرمایید. حالتون خوبه جناب دکتر؟ متشکرم، بفرمایید. ببخشید من قصد جسارت ندارم، فقط یه مسئله رو میخواستم خدمتتون عرض کنم، چون من خیلی ارادت دارم به شما، همیشه هم برنامه‌تون رو اگه وقت داشته باشم سعی میکنم نگاه کنم. در مورد اون شعری که از حضرت مولانا خوندید، یک کلمش درقه بود که به اشتباه خرقه خوندید شما. درست میگین، من زبانم نگرفت. بله درسته. نه متشکرم، ولی خودم هم میدونستم که این کلمه رو دارم خرقه، ولی زبانم نمیاد و متشکرم. بعد اجازه میدید من 2 بیت تقدیمتون کنم؟ بفرمایید.
این شعر از فرخی سیستانی هست. شرف و قیمت و قدر تو به فضل و هنر است، نه به دیدار و به دینار و به سود و به زیان. هر بزرگی که به فضل و به هنر گشت بزرگ، نشود خورد به بد گفتن و بهمان و فلان. شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود، نبرد بند و قلاد شرف شیر ژیان. باز هم باز بود گرچه که او بسته بود، شرف بازی او از باز فکندن نتوان. بله، خیلی متشکرم. بسیار ممنونم. بسیار یک چیز مسئله بزرگی رو شما بیان کردیم. برای اینکه ما چون به درون خودمون پناه نمیبریم، چون به بزرگی و عظمت درون خودمون واقف نیستیم، آنقدر آدمای متزلزلی هستیم که اجازه نمیدیم که حتی یک نفر پشت سر ما حرف بزنه. ما اگر از درون خودمون بزرگ هستیم و به اون بزرگی خودمون اعتقاد داریم، به خدایی خودمون اعتقاد داریم، چی فرقی میکنه دیگران در مورد ما حرفای خوبی بزنن یا حرفای بد بزنن؟ البته که حرفای خوب بزنن خوب، ولی حرفای بد بزنن نباید ما رو متزلزل بکنن. ما امروز در یک مسئله بزرگی داریم به نام آبرو و ما این آبرو در این یکی از بدترین چیزهایی که در جامعه ایران هست. میگن که ما حاضریم در درون خودمون بدبختی بکشیم، رنج بکشیم، دخترمون رو نمیدونم هزار جور رنج بکشیم، ولی بیرونی‌ها خیال بکنن که ما هیچ اشکالی نداریم تا اینکه در درون ما خوب باشه. ببینید چقدر جنایت در ایران به وجود میاد به عنوان اینکه میگیم ما آبروی ما ناموس ما این اون، فقط به خاطر اینکه ما چسبیدیم به افکار دیگران، اون افکاری که خودشون هم مریضه و خودشون هم نابود کننده است. ما اگه به این شناسایی و این آگاهی برسیم که افکار دیگرانه و بعد خیلی هاشم قرض گرفته از دیگران. من اگر نیکم و گربت تو برو خود را باش، حافظ میگه هر کسی آن درود عاقبتی کار که کشت. من اگه بدم به شما چه ارتباطی داره که من اینطوریم؟ ولی حالا یه عده هستن که میگن آقا در مقابل حرفهای مردم ما چی کار بکنیم؟ خیلی ساده، مردم حق دارن پشت سر ما حرف بزنن، مردم حق دارن پشت سر شما حرف بزنن، به شما هم حق دارین گوش نکنین، نشنیدین. یه پنبه بذارین بگین هر کس هر حرفی که میزنه، یه روانشناسی اینجاست و واقعا هم خیلی من دوستش دارم و حرف ساده خوبی میزنه. میگه هر کس که شما آمدین پشت سر من دارین حرف میزنین، من اینجا بالای سر من می‌نویسم که من خیلی بدتر از اونم که شما فکر میکنین. شما اصلا بدی منو ندیدین. ببینید با این وضع اونا رو خلسلا میکنید و اون انرژی رو در اختیار خودتون میگیرین تا اینکه حالا بیاین به یکی ثابت بکنین که این حرفی که تو زدی پشت سر من این درست نیست و ناراحت بشم، برم خودمو ناراحت بکنم. در مورد بیننده اولی که گفتن پسرشون 18 ساله بوده و جای جوشاش مونده، بستگی به این داره که چقدر این جای جوشاش عمیق بوده. بعضیا رو ما میایم در میاریم، اصلا اگه کوچولو باشه در میاریم، و بعضیا رو میایم چربی میزنیم. چون به من اطلاع دادن که 1 دقیقه بیشتر فرصت ندارم، من آخرین خط رو جواب میدم، ولی به شما توصیه میکنم که فردا دختر امروز اونایی که در اورنج کانتی هستن، این دختر کوچولوی من که حالا بزرگ شده، این عکس میتونید نشون بدین، این امروز داره واسه شما در جشن مهرگان بزرگ شده، دختر خانم بزرگ شده، این عکس کوچیکیشه که واسه شما دنبک میخواد بزنه در جشن مهرگان امسال، و با این عکس از شما خداحافظی میکنم که میبینین که انسان در هر شرایط میتونه بهترین خودش باشه. جوونیه که به هر علت پاهاش از دست داده، ولی با شهامت و با سلحشوری هنوز زندگی رو طلاق نداده و میخواد زندگی بکنه. و اجازه بدین که با این عکس هم که از حیوانات و با این گفته ای که بر مزار داریوش کبیر میگه خداوندا این کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ محفوظ نگهدار. خداحافظ شما تا هفته دیگه. بیننده عزیز ارجمند، شما رو به خدای درون شما میسپارم و ممنونم که به این برنامه گوش کردیم.